روانشناسی میگه بعضی از عجیب غریب ترین عادتهای آدما در واقع میتونه نشونه ی هوش بالا باشه. رفتارهایی که از بیرون عجیب به نظر میان اما واسه یه ذهن با آیکیو بالا کاملا معنیدار و هدف دارن. اگه تو هم بدون اینکه حواست باشه این کارها رو انجام میدی، شاید مغزت داره در سطحی کار میکنه که خیلی از آدما حتی متوجهش هم نمیشن. 1. با خودشون حرف میزنن برای اینکه فکرشون باز بشه. بله، درست شنیدی. آدمای باهوش معمولاً تو خلوت با خودشون حرف میزنن، اما نه از اون مدل حرف زدن هایی که بقیه مسخره میکنن. تو روانشناسی بهش میگن استدلال کلامی. وقتی فکراشون رو بلند میگن، ایده هاشون مرتب میشه، مسئله ها سریعتر حل میشه و ذهنشون تمرکز بیشتری پیدا میکنه. چیزی که از بیرون عجیب دیده میشه، در واقع یک ابزار ذهنی برای تصمیم گیری های هوشمندانه تره. 2. زیاد فکر میکنن اما با منطق. آدمای باهوش زیاد فکر میکنن ولی نه از نوع نگرانی و اضطراب. ذهنشون طبیعتاً همه جوانب یک موقعیت رو بررسی میکنه. به این میگن پیچیدگی شناختی. مغزشون جزئیاتی رو پردازش میکنه که دیگران حتی به چشمشون هم نمیاد. برای بقیه شاید شبیه دودلی باشه، اما حقیقت اینه که دارن بهترین نتیجه ممکن رو انتخاب میکنن. 3. ترجیح میدن تنها قدم بزنن. اگه از قدم زدنهای تنهایی لذت میبری، اینجا هم یکی از نشونه هاست. پیاده روی های طولانی، مخصوصاً تنها، بخش‌های خلاقیت و حل مسئله مغز رو فعال میکنه. تنهایی براشون فرار از آدما نیست، یه ورود به حالت عمیق فکریه. اونجایی که ذهن فرصت میکنه آزادانه بچرخه و ایده ها رو به هم وصل کنه. 4. در یک زمینه شلختن، در یک زمینه فوق‌العاده منظم. روانشناسی اسمش رو گذاشته نظم انتخابی. آدمای باهوش انرژی ذهنیشون رو فقط برای چیزهای مهم خرج میکنن. به همین دلیل ممکنه میز کارشون شلخته باشه، اما فایل هاشون، سیستم فکریشون یا برنامه‌ریزی کارشون فوق‌العاده منظم و دقیق باشه. اون چیزی که ظاهراً بی‌نظم به نظر میاد، در واقع بهینه‌سازی انرژی ذهنیه. 5. دوره‌های کوتاه قفلی یا وسواس فکری روی یک موضوع. این یکی از رایج‌ترین عادت‌های افراد باهوشه. یه موضوع جدید پیدا می‌کنن، ناگهان با تمرکز بالا شیرجه می‌زنن داخلش. هر چی میشه دربارش یاد می‌گیرن و وقتی مغزشون سیر شد، میرن سراغ موضوع بعدی. این رفتار از ترشح دوپامین میاد. اینا عجیب نیستن، فقط دارن خوراک مناسب به ذهنشون میدن. 6. از مکالمات سطحی بیزارن. حرفای روزمره، گپ‌های بی هدف، چرک و پرت گفتن، این چیزا ذهنشون رو خسته میکنه. مغز آدمای باهوش دنبال عمقه، دنبال ایده‌های جدید، بحث‌های واقعی، حرفای جدی. تو جمع ممکنه ساکت باشن اما کافی بحث به یک موضوع پیچیده یا جذاب برسه، اون موقع کاملا روشن میشن. پس اگه با خودت حرف میزنی، از بحثای الکی فراری، تنها قدم میزنی یا روی موضوعات مختلف یهو قفل میکنی، روانشناسی میگه تو عجیب نیستی. مغزت احتمالاً عمیق‌تر و پیچیده‌تر از اطرافیانت کار میکنه. اگه ویدیوهای بیشتری میخوای که روانشناسی پشت شخصیت و هوشت رو برات رو کنه، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن. چون ویدیوی بعدی ممکنه چیز مهمی رو درباره ذهنت بهت بگه که تا امروز هیچ وقت توجه نکرده بودی.